در آغاز مباحثه نامزد حزب دموکرات کامالا هریس غیر منتظره به منبر ترامپ نزدیک شده خود را معرفی نمود و به رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ دست داد. بار اخیر نامزدهای کرسی پرزیدنتی آمریکا در انتخابات سال 2016 هم به یکدیگر دست داده بودند. با همین تبادل گرم نظری نامزدها شروع شد. هریس ترامپ را به آن متهم کرد که حاضر است برای خوشحال نمودن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از کمک به اوکراین دست کشد. ترامپ ادعا کرد که هریس دولت اسرائیل را بد می‌بیند. هریس این ادعا را بارها رد کرده است. نامزدها تفصیلات ندادند که چگونه در حال پیروزی نزاع در اوکراین و غزه را خاتمه می‌بخشند. جای یادآوری است که طبق قانون لاگاند از عصر 19 در ایالات متحده آمریکا تنها پرزیدنت کشور حق دارد در مسئله سیاست خارجی تصمیم گیرد. آنها پیش از آغاز جنگ هریس را برای گفت و شنود صلح فرستادند. 3 روز بعد از مذاکرات جنگ سر شد، زیرا حرف گفته آنها ضعیف و احمقانه بود. جنگ هیچگاه نباید شروع می شد. او فرستاده کشور بود و می بایست با زلنسکی و پوتین ملاقات کند. او این کار را اجرا کرد و 3 روز پس جنگ سر شد. این همان استعداد می باشد که هریس دارد. اما کامالا هریس اظهار داشت که ترامپ تنها از حساب تسلیم به پوتین جنگ در اوکراین را به زودی خاتمه خواهد بخشید. مسئله روی آن است که آمریکا همچون کشور پیشوا باید دائما معیارها و قانونهای بین‌المللی را رعایت کند. ائتلاف‌هایی که در سراسر دنیا داریم به آن وابسته‌اند که ما توانیم دوستانمان را حمایت نموده به دشمنان سرخم نکنیم و آن هم چون که شما به جای دفاع از دموکراسی به پرستش مردان نیرومند توجه دارید. سپس نامزدهای کرسی پرزیدنتی آمریکا به مسئله‌های داخلی روی آوردند. به قول هریس پیشنهاد ترامپ درباره بالا بردن ترافه‌های واردات مال خارجی در اصل اندازبندی طبقه میانه حال کشور است. نامزد دموکرات وعده داد که در صورت پیروزیش انداز عائله‌های آمریکایی و صاحبکاران خرد را کاهش خواهد داد. نامزد جمهوری خواه ترامپ باشد از سطح بلند تورم در دوره ریاست جمهوری جو بایدن انتقاد کرد. مباحثه روز سه‌شنبه در مرکز ملی کنستیتوسیونی شهر فیلادلفیا دایر شده. تلویزیون آمریکایی ABC میزبانی آن را به دوش داشت. در تالار بینندگان حضور نداشتند و اثنای صحبت یک نامزد میکروفون نامزد دیگر قطع می‌شد.